السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش آمده حاجیانی تشنلب. الله سبحانه و تعالی عبادتات را قبول کنه. این برادر با فکر که اکثریت میشناسن و این برادر که میبینین اگر که نشناسن شناسشین. نام چی بود؟ اسلام الدین. اسلام الدین. ماشاءالله این خدمت شناس شدیم. شکر میکنم برادران عزیز. یعنی بسیاریاتون پرسان میکردین که با کجا مراجعت کنم. رقم هایی که روی اکران میبینین برای حج رفتن، حج فرضی و حج عمره میتونین که مراجعت کنین. در شهر مسکو مترو لوبلینا، یعنی میتونین که با آفیس برین، میتونین که چی کنین، رقم ها روی اکران زنگ بزنین، پاسپورتتون روان کنین، یعنی ویزا شما را تیار میکنن. ان شاء الله که داتا که ویز کی که سمالود میشن میپرن همش ان شاء الله که برای شما پر معلومات میتن و شما تیار میشین امروز هم ساعت، یا اینکه راستا که با جده میپرین یا اینکه با مدینه را. هر رئیسشون هر پروگرامشون هر خیله نه حضرت. بله با اون خاطر دوستان عزیز، یعنی چه خیلی که میبینین که اکش شهباز در مهمانی ما عین حال و برادرمون معروف در پشت اکران اوزیسیوم چیک منوع پشت زرستو بتیسته. المهم که یعنی در بین گپا مشخص میکنه بعضی کامنتری بعد مینویسن، یعنی شوخی برای چه که طبع انسان خوب شوه، یعنی تبسم سنت اینه. الله سبحانه و تعالی نگهبانتون باشه. یعنی دوران کامفورت، اکونوم، لوکس، چند نوع پروگرام دوران برای انسانانی که بگیم با همراه مادراشون میوین. خشب به حال دارن که با همراه مادراتون میوین. کدام میگه که مادرانی کلان سال دارن بهترش که پروگرام لوکس بگیم، به خاطر که نزدیک به حرم، مثلا که با کلیسا کتی برده آوردن آسان شوه و بسیاری معلوماتی پر گرفتن. سیلکشون در اپیسانی میمونم، بدرین هم در کامنتاری هست، هم در اپیسانی و هم در دوام ویدیو کلی پر معلومات هست. ان شاء الله میتونین که برای خوبتر و بیشتر معلومات گرفتن چند سومه و از کجا میرین، از تاجیکستان یا که از تاشکند یا که از روسیه، از مسکو، از سن پترزبورگ، یک جایی که میرین با رقم ها زنگ بزنین یا اینکه ویدیو رو تا آخر تماشا کنین. بهترش در اپیسانی بدروین در یوتیوب کانال اکای محسنون، یعنی فرمشون محسنون برای انسانانی که احسانگر هستن ان شاء الله. و در اونجا پادپیست هم میکنین و هم ویدیوی پر را تماشا میکنین. چند قدر حاجی اومدگی هستن، چقدر یعنی کمیسری خوب نویسگی هستن. از اونجا خطون یعنی خلاصه میبرن که با کدام کمپانی برین. اما یعنی ما توصیه داده میتونیم الحمدلله برادر مسلمان، برادر که خودش میاد صاحب کمپانی هستن، با خودشون میوین رابلتی و رابلت دارن بود دیگر بگیم پروگرامشون دیگر رابلت هستن که یعنی میفهمونتون بسیاریش. یعنی پیش ما میاد که ما چیکار کنیم، رابلتاشون قدشون نیستن. بعضیش رابلت هستن که زبانی یورا نمیدونن، یعنی بعضی برادرای ازبک هستن با غیر ازبکی دیگه نه عربی را میدونن نه روسی را میدونن نه تاجیکی را که برای برادرها بفهمونن. و من خاطر یعنی با کمپانی برادران خودمون مسلمان خودمون تاجیک خودمون هم دستگیری میشه و هم بسیاری چیزا رو که نمیفهمین برای شما میسر و مفصل برای شما میفهمونن. یکان چی گفتنی باشه حاجی بابا؟ ها خیلی توفیق میخواد هم میگم خب دیگه. اوکی خب پاتیرزای میگفت دیگه خیلی ما پروسه یکان چی گفتنی باشه این صاحب کمپانی ان شاء الله که یعنی وعده دادگیه که اگر که ان شاء الله پد پیشکا بخیزن 100,000 شان این قادم حج به پل میبرن. این قش معلومه این قش چیش معلوم نیست. درست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز 26 ما سوال میکنید که مورم روان کنید یا نیت اومدن دارید نه که البته افسوس که خیلی شرایط نداریم. مثلا که خیلی ضعیف هستید دستگیری همین در المنتر این ویدیو را مقصد که حضوری که میکنن درباره حج همین کار خیر مقصد پهن کردن هم ضعیفی میکنید. الحمدلله ما نیت کردیم که 100,000 پیش بگیریم ان شاء الله چند نفر خلیصالی روان میکنیم، لیکن افسوس که بهت ضعیفید خطا نمیخوید. الحمدلله اکتیو نستون سسته. یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که من دل علی خیر فله اجر مثل فاعله. هر انسانی که در هر یک کاری خیر دلالتی کنه در نامه اعمال او اجر ثواب نوشته میشه، چون که شخص رو انجام داده است. و همچون الله سبحانه و تعالی فرموده است که و تعاونوا علی البر والتقوى، شما در کار خیر دستگیری کنین ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، در کارهای بد زشت دستگیری نکنین. با اون خاطر یعنی حج رفتن ان شاء الله که از بهترین کارهای خیر است و هر کسی که ان شاء الله که ویدیو رو ببینه یعنی نیت حج رو شبیه عمره بکنه ان شاء الله که شما هم در ثواب شریک هستین. خب باقی در امان الله باشین، با دعا باشین برای پر معلومات. رقم ها روی اکران. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.